خب ببین دوستان، ماست با این 6 تا ترکیبی که میخوام بهت بگم کار صدها میلیارد دارو و دوا دکتر رو برات انجام میده. گوش کن، یادداشت کن، اطلاع رسانی کن. شما زردچوبه رو بریز تو ماست بخور، سمزدایی کل بدن و کبد رو واسط انجام میده. تمام التهابات کبدیت هم بین میبره. دانه چیا رو بریز تو ماست بخور، به شدت مفیده واسه افرادی که میخوان چربی سوزی داشته باشن، جلوی ریزه‌خواری هم کلا میگیره. حالا دارچین بریز تو ماست بخور، سیستم ایمنی تو بالا میبره، متابولیسمت هم تنظیم میکنه. نه خیلی چاق میشی، نه خیلی استخونی و لاغر. آویشن رو بریز تو ماست بخور، هضم غذا رو به شدت آسان میکنه. اونایی که میگن نفخ و یبوست داری، به شدت واسهتون مهمه. حالا شما بیا شنبلیله رو بریز تو ماست بخور، کنترل قند خون، قندتو کنترل میکنه. اونایی که دیابت دارن به شدت واسه آرامش و استرستون هم مفید حتما خواهد بود. حالا شما شیوید هم میریزی تو ماست میخوری، نفخت کامل از بین میره.